يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع به نام یاد خدا. هر سلام و احترام دارم خدمت شما عزیزان و دوستانی که ما را از این پرده چینل یوتیوب نگاه میکنین. امروز خوشحال هستم که در مورد یکی از مهمترین مفهوم در حوزه روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی و حتی ارتباطات اجتماعی که بیشتر مربوط تبلیغات میشه صحبت بکنیم. همونطور که شما مستحضر هستین، ما در برنامه قبلی پرداختیم به مسئله تعاملگرایی نمادین تا جایی و همچنین موضوعات مثل این که باورها و ارزش‌ها چگونه شکل میگیره. امروز ما خواستیم در این برنامه یک موضوع متفاوت‌تر را انتخاب بکنیم به اسم خودآینه یا مفهوم خودآینه که در آثار خیلی از بزرگان و اندیشمندان علوم اجتماعی و روانشناسی آمده که از جمله میتونیم به کولی بپردازیم و همچنین به ژاک لاکان و همچنین به خود جورج هربرت میت که از کجا مثلا این مفهوم ریشه گرفته. ببینید، ما اگر اساساً بخوایم روی موضوع صحبت بکنیم، اول باید بیایم روی نظریه خودآینه که واقعا خودآینه، منظور از خودآینه چی هست. خودآینه یک نگاهی است که فرد به خودش داره، یعنی نسبت به قضاوت دیگران ای به وجود میاد، یعنی که دیگران چی برداشت در مقابل فرد داره و این فرد چگونه او قضاوت را میبینه و دوباره خودش را با او قضاوت میسنجه. مفهوم خودآینه به این مسئله اشاره داره. همونطور که شما میدونین، انسان عموما مستحضر هستیم که موجود اجتماعی است و در یک نهاد اجتماعی به اسم خانواده متولد میشه و همچنین وقتی که طفل متولد میشه یا انسان متولد میشه در یک نهاد اجتماعی مثل خانواده وظایف را اینجا به عهده میگیرن که عبارت از او اولش ای است که باید بقای او فرد را تضمین بکنه. بعد از اینکه بقای او فرد تضمین میشه، به مرور زمان این طفل وقتی که رشد میکنه خیلی چیزها را یاد میگیره و درونی میکنه از طریق دیگران. یعنی دیگران مهم وجود دارن که مثلا این طفل میتونن خودش را از طریق دیگران بشناسن، چون انسان موجود اجتماعی است و ذاتاً یادگیری نیاز داره، چون ما اساساً میدونیم که انسان ها برعکس موجودات دیگر مثل حیوانات کارهای مثلا موجودات غریزی نیستن، بیشتر موجودات هستند که به صورت یادگیری بعض چیزها را در خودشان درونی میکنن. زمانی که دیگران باعث میشه ما چیزهایی را درونی کنیم در وجود ما، دیگران برای ما مهم میشن، یعنی که قضاوت دیگران بر ما مهم میشه، نگاه دیگران بر ما مهم است و اینکه دیگران ما را چگونه ارزیابی میکنه و چگونه نگاه میکنه بر ما مهم است. لاکان یک نظریه داره اینجا، میگن که وقتی که طفل از مدت 6 ماهگی تا 18 ماهگی بر اولین بار خودش را با آینه میبینه، یک کل منسجم از خودش ترسیم میکنه. ولی خب لاکان به این عقیده است که وقتی که طفل خودش را در آینه نگاه میکنه، نگاهی از این یک شناختی که از خودش به وجود میاد، یک شناخت بدشناسی است، یعنی خودش را به صورت بیرونی مشناسه، یعنی همو تیپ ظاهری و اینایش را مثلا مشناسه، در صورتی که او مسائل درونی خودش را نمیدانه که به چی صورت است. اولا شناخت طفل از اینجا شروع میشه که بعدا باز به اون مسئله قبلی که برای شما گفتم که مسئله یادگیری هست، دوباره کم کم وقتی که طفل بزرگ میشه بعد جهان درونی خودش را کم کم میشناسه و با مثلا امی مفهوم خودآینه که قبلا یاد کردم که چی هست، نگاهی که مثلا دیگرها به او دارن، کم کم میتونن جهان درونی طفل را هم شکل بده به مرور زمانی که بزرگ میشه و این روند تکاملی است و هیچ گاهی ایستاد نمیشه و در
طول مراحلی که مثلا انسان رشد میکنه این همواره هست. و همچنین ربط مستقیم با دیدگاه جورج هربرت میت هم داره این نظریه. همون نظریه که تعاملگرای نمادین داره، مثل که میگه مثلا ما یک من وجود داره و یک مرای وجود داره و من همواره کسی هست که مثلا میخواه، البته من ویژگی خود فرد است که میخواه مثلا ما کسی هستم که چرا باید همچون فعالیت های را انجام بدم، چرا باید مثل دیگران رفتار کنم، باید چرا مثل دیگران باید برخورد بکنم. ولی خب مرا یک ویژگی انسان است که در مقابله با مثلا نوع انجارهایی که وجود داره، قوانین و آداب و رسوم اجتماعی که وجود داره دوباره نمیگذاره. یعنی یک قدرتی است که مثلا انسان را باز میداره از اون مسائل و دوست داره که همواره مثل اونا رفتار بکنه. یعنی دیگری همواره در این نظریه مهم است. یعنی دیگران وجود داره که ما را نمیگذاره بعضی از اعمال را انجام بدیم و یا حتی باعث بعضی از احساسات عمیق در وجود ما میشه. یعنی که ما نظر به دید دیگران مثلا روی کنه با ما انجام میتن، ما باید دید حقارت به خود ما داشته باشیم یا دید مثلا تشویقی مثلا به ما داشته باشیم، ما به خود ما افتخار بکنیم و یا همین که نخیر مثلا دیگران با یک سیستم برخورد مثلا که با ما داره، ما به لحاظ شخصیتی مثلا دچار افول و دچار مثلا خرابی شخصیت شویم. نظری مفهوم مثلا خود آینه میتواند روی هویت شخصیتی و حتی روی هویت اجتماعی ما تاثیر بگذاره، چرا که چون دیگران بالای شخصیت ما تاثیر بسزا داره. یعنی که ما حتی به این فکر هستیم که دیگران در مقابل ما را چگونه نگاه میکنه و در قدم دوم دیگران چه قضاوتی در مقابل ما داره و این قضاوت میتونه بالای احساسات ما، مثل که ما چی حس مثلا بعد از او داشته باشیم تاثیر میگذاره. و همچنان که شما خیلی از دوستان مستحضر هستن، انسان ها وقتی که متولد میشه دارای ذهن میشه در دو جهان زندگی میکنه. یکی جهان اجتماعی است که ما تعامل داریم با دیگران، یکی جهان درونی ما است که همواره با خود ما به کنش و واکنش میپردازیم و خود تعامل کردن بعضی از ارزش ها را در درون ما میسازه و باورهای را ایجاد میکنه و چون دیگران هستن ما نیاز داریم که این باورها و این ارزش ها را پایبند باشیم و وقتی هم که ما در باور و با ارزشی که مثلا قبلا بر ما از طرف دیگران آموختانده شده مواجه میشیم، ما پایبند میشیم. حتی زمانی که ما در اتاق یا در یک جایی که مثلا تنها هستیم، حتی ما باز هم پای ما را فراتر نمیگذاریم و همواره میخواهیم که امو عادات و آداب اجتماعی را حتی در تنهایی خود ما هم او را مد نظر بگیریم و نشکرانیم، یعنی به اصطلاح. و این بود مفهوم خود آینه که امروز ما در موردش صحبت کردیم.